من راه حل کلی برای جمهوری اسلامی و نظام این میدونم که مسائل دیگه هم میخواد حل کنه، رسما بیان جمهوری اسلامی شخص آقای خامنه بیاد اعلام یک رفراندوم کنه به خاطر شبهاتی که راجع به مشروعیت نظام پیش اومده. 92% مردم ناراضیان از این نظام، بیش از 70% خواستار حکومت دینی نیستن. در انتخابات شما دیگه مردم شرکت نمیکنن. شما برگردید بر اساس اون چی که در اول انقلاب گفتید. آقای خمینی گفت که به شاه گفت که شما نسل قبل بودید، برای چه مشروعیتی برای ما دارید؟ آقای خمینی گفت مردم هر چی را بخوان باید. شما بر اساس همین مبانی در قانون اساسیتون هم رفراندوم پیش بینی شده. اعلام یک رفراندوم کنید راجع به اصل نظام، راجع به مدل نظام، راجع به مدل حکومت. من معتقدم اکثریت مردم ایران عبور کردن از جمهوری اسلامی. حالا اگه اکثریت در یک انتخابات دموکراتیک آزاد با حضور همه اپوزیسیون داخل و خارج اگه به شما رأی دادن، دوباره میتونید ادامه بدید، میتونید تجدید نظر در مسیر. چرا تلاویو و حیفا با خاک یکسان نمیشه؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ترسیده، نظام ترسیده. نظام مسئله جانشینی داره، نظام فاصله شکاف عظیم بین دولت ملت داره، نظام ورشکستگی اقتصادی داره، نظام 1001 مشکل داره. وقتی که اینی برای چی وارد یه میدان این گونه ای میشی؟ بر چه اساسی؟ بعدم باز عرض کردم همینجور هم هی رجز میخواید ادامه بدید. باگ امنیتی دارید، نفوذ دارید، توان کارشناسی نظامیتون هم در حد مستعان و در قابلمه است برای کرونا یاب. آخه آدم هر کاری میخواد انجام بشه باید لوازمش داشته باشه، باید مقدماتش داشته باشه، باید اسبابش داشته باشه. این چه مسافی است که شما شروع کردید؟ باز همچنان رجزخوانی، باز همچنان عربده کشی، باز همچنان شعار، باز همچنان دیوار نوشته. الان امروز از میدان ولیعصر می آمدم. تا کجا میخواید برید؟ تا کجا میخواید خودتون نابود کنید؟ یعنی به صورت چه باید کرد؟ بله. برگردید آقا، برگردید از یک مسیر غیر خردمندانه، غیر عقلایی که ظرف این 45 سال اومدید. برگردید. تفاوت ما با اسرائیل خیلی زیاده. اسرائیل ترور میکنه، آره، مگه ما ترور نمیکنیم؟ این قتلای زنجیره‌ای که بدتر از ترور بود. مگه ما مخالفان خودمون در میکنوس ترور نکردیم؟ مگه ما بختیار ترور نکردیم؟ اسرائیل کودک میکشه، مگه ما کودک نکشتیم؟ کیان پیرفلک نکشتیم؟ همین دیروز سالگرد 40 تا 45 نفر از شهدای جنبش مأسا دیروز کشته شدن در خیابان‌های ایران. مگه ما نکردیم؟ اسرائیل اشغالگره، مگه شما از اشغالگری به نام روس در اوکراین حمایت نمی کنید رسما؟ مگه شما سلاح نمیدید به اشغالگری به نام روس؟ اصلا شمایی که انتخاباتتون با نظارت استصوابیه و انتخاباتتون دموکراتیک نیست و اجازه نمیدید به مخالفان خودتون بیان در انتخابات شرکت کنن، شایبه اشغالگری شما وجود داره. یا حاکمیتی است که روند دموکراتیک رعایت نکردید و بر حاکمیت هستید. ولی اینا چه دستاوردی براتون داره؟ اصلا من فرض میگیرم رفتید در مریخ حضور پیدا کردید، اتحاد جماهیر شوروی شدید که نیمی از دنیا را گرفت. ثم ماذا به قول عرب ها. بعد چه کار میخواید کنید؟ و شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصی. اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان، اونجا نماز خواندید. نظریه تمدنیتون چیه؟ میخواید گشت ارشاد برقرار کنید؟ میخواید اون دخترای خوشگل فلسطینی غزه‌ای که دیدید فیلماشونو چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواید به زور چادر و روسری سرشون کنید؟ میخواید اینترنت فیلترینگ کنید؟ میخواید تورم 45 ساله دو رقمیه براشون تحمیل کنید؟ میخواید بحران آب درست کنید؟ میخواید بحران برق درست کنید؟ میخواید مصرف کالریشون بیارید پایین؟ نیمی از مردم ایران، آماری که از اقتصاددانا داده بود، حالا ممکن او گفته بود نیمی از مردم ایران نمیتونن کالری مورد نیاز، حالا 2100 روزانه اگه من توی اشتباه نکنم، نمیتونن تأمین کنن. 1/3 مردمتون فقیرن. این کارو میخواید کنید؟ میخواید کاخ سفید حسینیه کنید، مداحان برن اونجا مداحی کنن؟ میخواید دانشگاهی بدید دست مداحان؟ آخه شما چه متاعی دارید؟ شما چه ایده ای دارید؟ شما چقدر با مردمتون تونستید ارتباط برقرار کنید؟ شما به بحران برخورد کردید.
تسلیم بشید وقتی که به اینجا رسیدید. اگر اگر یه ماه پیش تسلیم میشدید بهتر نبود از امروز؟ امروز از فردا بهتر.